بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام به محضر قرآن ناطق حضرت بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا. در محضر قرآن کریم صفحه 211 و 212 از سوره مبارکه یونس، دهمین سوره قرآن کریم هستیم. در این دو صفحه یک دعوتنامه‌ای وجود داره. دعوتنامه از جانب کی و به کجا؟ دعوتنامه از جانب خداوند متعال و به سوی دارالسلام، خانه سلم و درستی و امنیت. این دعوتنامه چگونه است؟ خداوند می‌فرماید در آیه 25 این سوره: بسم الله الرحمن الرحیم والله یدعو الی دار السلام. خداوند شما را دعوت می کند به سوی دارالسلام، به سوی بهشت. و راه این دعوت هم راه سختی نیست. و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. راه راست مستقیم و یه بزرگراهیه، یه کوچه پس کوچه و راه تنگ و ناآشنایی هم نیست. خب این دعوت مختص چه کسانیه؟ چه کسانی دعوت میشن؟ این آیه تدبری و مورد نظر ما آیه 26 سوره یونس. للذین احسنوا، کسانی که عمل حسن، عمل نیکی انجام میدن. خب ای کسی یه عمل حسنی انجام داد، عمل خوبی انجام داد، خداوند او رو دعوت میکنه به سمت دارالسلام. چه اتفاقی میفته؟ میفرماید للذین احسنوا الحسنی. کسی رو که عمل خوب انجام میده ما به او بهترین، نیکوترین پاداش رو بهش میدیم. حسنا صفت برترینه، عالیه. اگر من اومده بود صفت تفضیلی میشد، اما حسنا یعنی بهترین پاداش. یعنی اگه یه کسی یه عملی انجام داد ما بهترین رو میدیم. و بهترین یعنی چی؟ اگه الان یه نفر یه عمل خوبی انجام داد، خداوند یعنی چی؟ بهترین پاداش رو به او میده. ببینید بهترین پاداش یعنی اینی که شما فرض کنید الان یه کار خوبی برای کسی کردید پیش یه عالمی، بعد میرید خدمت اون عالم میگید دیگه اصلا بیشتر از این نمیشد ما رو شرمنده کنه، بیشتر از این نمیشد به ما احترام بذاره، هر چقدر میشد احترام گذاشت. اگه کسی یه عمل خوبی انجام بده، خداوند بهترین پاداشی که او نسبت به ظرفیت خودش میتونه براش متصور باشه خدا بهش میده. اینقدر لطف میکنه. یا اینی هم هست که در یک جای قرآن داریم که اگر کسی یه عملی انجام داد، خدا بهترین عمل او رو مد نظر قرار میده و پاداش او رو میده. مثلا ما تو زندگیمون خیلی نماز خوندیم، توی همه این نمازامون ممکنه یه نماز باشه از همه نمازهای ما بالاتر باشه، خیلی نماز خوبی باشه. اگر کسی اهل نماز باشه، پاداش همه نمازهای او به اندازه او بهترین نمازشه، به اندازه اون بهترین نماز خداوند بهش عطا میکنه. خب للذین احسنوا الحسنی، بهترین حسن بهش میده خداوند. خب همه رو داده دیگه. بعد ادامه چی میفرماید؟ و زیادتون دیگه یعنی چی؟ مگه ما نگفتیم که اگر ما یه عملی انجام بدیم خدا همه بهترین های پاداش رو براش در نظر میگیره؟ که زیادت یعنی چی؟ اینجا دو تا معنا براش ذکر کردن. یکی میفرمایند که این زیادت در دنیاست، یعنی اصل آخرته. خدا اگر ما رو در مواجهه با یه عملی در آخرت
ببینه همه چی میده. خیلی خوب. فقط آخرت نیست، در دنیا هم در مقابل یک عمل احسنو زیادت رو میده. پس اسکنه اون دنیاست، اینجا زیادت بر اون دنیاست، یعنی خدا تو این دنیا هم میده. خیلی عالیه. ولا یرهق وجوههم قتر. خدا چنین شخصی رو نمیپوشونه صورتشو با دود، با سیاهی، با غبار گرفتگی، یعنی روش سیاه نمیکنه، رو سیاهش نمیکنه، نمیپوشونه روشو. اگر اون احسنو هم تو این دنیا باشه هم تو اون دنیا، خدا تو این دنیا هم کسانی که اهل احسنو هستند رو صورت سیاه نمیکنه، رو سیاهشون نمیکنه. ولا ذلتون، ذلیلشون هم نمیکنه. ممکنه گرفتاری برشون پیش بیاد، سختی پیش بیاد، اما ذلت ندارند. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. روایت میفرماید که للذین احسنوا الحسنی و زیادتون. یک روایت دیگه داره این زیادتون غیر از این دنیا، یعنی اون دنیا هم بهترین میده هم تو این دنیا. بعد روایت میفرماید تو اون دنیا اینی که این دنیا داده کم نمیکنه، این دنیا سر جای خودش، اون دنیا هم همه چی به انسان میده. یه روایت دیگه داریم که زیادتون مثل این میمونه که همه چیز داده بعد یه چیزی اضافه میده، اون وجه اللهه. انسان نظر میکنه به وجه الله، مثل مقام شهید که نظر میکنه به وجه الله. این زیادت رو ذکر میکنه. مثلا فرض کنید که یه نفری رفته پیش اون عالم همه چی بهش داده دیگه، اصلا چیزی نمونده، احترامی دیگه نمونده نکنه. بعدش مجددا عالم میگه که نهارم با خدمتتون باشیم. خب خیلی میشه دیگه. ولا یرهق وجوههم قترون، میفرماید این قترون اینی که شخص مبتلای به فقر و گرسنگی نمیشه در اون دنیا، و زیادتون این دنیا هم همین هست. ولا ذلت یعنی ترس ذلیلانه پیدا نمیکنه. اولئک اصحاب الجنة هم فیها خالدون. ادامه آیه میفرماید والذین کسبوا السیئات، کسانی که کسب گناه میکنن جزاء سیئة بمثلها، ولی جزای بعدی مثل خودشه دیگه، الحسنای احسنو و زیاده نیست. بعد اونها ولی ذلت پیدا میکنند، خداوند پناهگاهشون نیستش، ازشون محافظت نمیکنه، روحاشون مثل شب سیاه میشه. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. نتیجه ما هر روز یه کار احسنو بکنیم، یه قدم صدق برداریم، این قدم صدق ها برای ما میمونه. قدم صدق ها ما رو به بهترین الحسنا در دنیا و آخرت پاداش میده. اگر ما روزی یه دونه قدم صدق داشته باشیم، یه روزی یه دونه احسنو داشته باشیم، کار ما قطعا رو روال میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.